سلام، امروز هم با آموزش یه حرکت دست دیگه توی رقص رومی همراهتونم. امیدوارم تمرینش کنید، ازش لذت ببرید. این حرکت دست رو به اسمای مختلف میشناسن. دست روان بهش میگن، دست رونده بهش میگن، دست نسیم بهش میگن و اس شیپ هند موو هم بهش میگن. یک نوعی از اس شیپ هند موو هم هستش اگر که حالا بخوایم دست بندی کنیم. هر کدوم از اسما رو بگید درسته، اما اینکه چجوری انجامش بدیم. چند مدل مختلف داره. از آسون ترین شروع کنیم. دو تا کف دستامون رو به همه، از پایین شکم تو سینه جلو سر بالا. نه اتفاق میفته. شکم تو سینه جلو سر بالا، دو تا دستا رو به روی هم و انگار از این پایین من میخوام حرف اس رو هی بکشم برم بالا یا موج بکشم. حواسم هست که این موجا با هم دیگه مساویه و میشه 1 2 3 4 5 6 7 با هم میرن. 1 2 3 4 5 6 7. میتونم من اینو یه مدل دیگه انجامش بدم. یه تفاوت جزئیه ولی همین جزئیاته که رقص ما رو متفاوت میکنه. اینکه توی حرکت مچ دستم اغراق بیشتری داشته باشم، قلوف شده حرکت انجام بدم. یعنی چی؟ اینکه من مچ دستم بگیرم بگه 1 2 3 و 4، انگار که داره یه زبدر خودش از این ور و به اون ور میکشه، خود مچ به تنهایی. همون اسم رو هم میره بالا رو همون حرکت. نگاه دو کف دست با هم دیگه میگه 1 2 3 و 4 و 1 2 3 و 4 و همینطور بیاد پایین 2 3 و 4 و 1 2 3 و 4. سرمون میتونم باهاش هماهنگ کنم. حالا دیگه اون بسته به نوع حرکتمون توی کوریوگرافی مونه. حواسمون هستش که وقتی داریم این حرکت رو انجام میدیم فاصله شونه و گوش ما تغییر نمیکنه. وقتی دستام میاد بالا شونه هامو وصل نمیکنم به گوشم، فاصله‌اش رو حفظ میکنم، پاستورم رو حفظ میکنم. همیشه وقتی میرقصم میگم شکم تو سینه جلو سر بالا 1 2 3 و 4 و 1 2 3 و 4 و 1 2 3 و 4. رو قر خیلی خوشگل میشینه. مدل بعدیش همین حرکته به همین سادگی، ولی تا اینجای کار کف دست به کف دست نگاهاش به سوی هم بود. حالا برعکس دو تا کف دستا به یه سمت میشه. یعنی مثلا الان شست دست من بالا، شست چپم، شست دست راستم رو میارم پایین و میگم 1 2 3 و 4 و 1 2 3 و 4 و میاد پایین و پایین و پایین و پایین و پایین. میتونه برعکس بشه این و این. الان شست راست بالاه، شست چپ پایینه و میگه 1 2 3 و 4 و 1 2 3 و 4 و همیشه ممکنه یکی از دست ها راحت تر از اون یکی دست درآد. ولی یه تمرین مداوم جز حرکت هایی که زود رو بدن میشین. یکی از نکاتی که به نظر من خوشگل‌تر میکنه این حرکت ها، چون حرکت خیلی ساده، یه مطمئنم هستم که تو دست خیلی ها دیدین، هم تو مهمونی ها دیدین، هم توی دست رقصنده های مختلف ممکنه دیده باشید. ولی نکته که خیلی خوشگل ترش میکنه اختلاف ارتفاعی که من میتونم توی دستام ایجاد کنم تا خوشگل تر شه، به چشم بیاد. این جزئیات خیلی به چشم میاد تو حرکت. یعنی چی؟ یعنی مثلا مدل اولش یکم دست راستم الان بالاتر میگیرم و میگه 1 2 3 و 4 و 1 2 3 و 4 و همون رو صاف میام پایین. یه دست از اون یکی بلندتره یا اون یکی 1 2 3 و 4 و 1 2 3 و 4. یادم باشه این اختلاف ارتفاعی که ایجاد میکنم انقدر نیست. یه اختلافی که شما تو آینه وقتی دارین تمرین میکنید از نظر زیبایی شناسی به چشمتون قشنگ بیاد، نه زیاده نه دیگه خیلی کمه. اینو خودتون تو تنتون پیداش میکنید. یه اندازه مثلا به اندازه کف دست خودتون فاصله میدید. حواستون به شونه هاتون موقع اجرای این حرکت باشه. امیدوارم خیلی دوست داشته باشید این حرکت ها، تمرینش کنید. رو پاهای مختلف میتونید بذاریدش، رو قر میتونید بذاریدش، روی پای مسگری یا هیلزاپ توزاپ میتونید بذاریدش و دیگه لذتشو ببرید.